بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و سزاوار ستایش و به نام حضرت دوست که هر چه داریم هم از لطف بی انتهای اوست. سلام علیکم، صبحتون بخیر، شب نزدیک به سحرتون به خیر و نیکی باشه. مردم خوب ایران، هر جایی که بیننده ما هستید، اهالی شبکه قرآن و معارف سیما، شمایی که اهل یاد خدا بودن هستید، شمایی که به یاد خدا چشم دوختید، ما در شهر سامرا در کنار مسجد نورانی امامین عسکریین توفیق این رو داریم که پیش روی شما باشیم و در این لحظات ویژه و بی‌نظیر به یاد شما هستیم و نایب و زیاره شما هستیم و دعاگوی شما هستیم و از خدا میخوایم که انشاءالله به زودی روزی خودتون بشه که حضور پیدا بکنید و از نزدیک مسجد نورانی امامین عسکریین رو زیارت بکنید. ما در خانه پدری امام زمان علیه السلام هستیم، جایی که حضرت حجت روحی و ارواح و نال تراب مقدم الفدا اینجا متولد شدند، اینجا زندگانی شریف خودشون رو در اوان کودکی آغاز کردند، جایی که محل عبادت و راز و نیاز حضرت حجت علیه السلام بود در سرداب مقدس و جایی که از همین مکان پربرکت غیبت صغرای خودشون رو آغاز کردند. اینجا مدفن پدر بزرگ شریف امام زمان علیه السلام، وجود نازنین امام هادی علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت امام عسکری علیه السلام در اینجا مدفون هستند. مادر بزرگوارشون حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها در اینجا مدفون هستند و عمه بزرگوارشون جناب حکیم خاتون هم در همینجا مدفون هستند. حضرت حجت علیه السلام حتما در اینجا رفت و آمد دارند، حتما در اینجا نظر خاص دارند و حتما به زواری که اینجا پای میگذارند و زیارت میکنند خانواده او رو، پدر و مادر او رو، پدر بزرگ و عمه ایشون رو حتما نظر خاص دارند. حتی شمایی که از قاب تصویر همراه ما هستید و زائر این صحن و سرا و خانه پدری امام زمان علیه السلام هستید و دلتون پر کشید و دلتون میخواست که در سامرا باشید، هم حتما مأجورید و حتما شما هم به مثابه زائرانی که اینجا هستند ثواب خواهید برد. الهی که خداوند این لحظات ناب و ویژه و بسیار بسیار خاطر انگیز رو روزی همه شما بکنه. داریم نزدیک میشیم به اربعین حسینی و ما به همین بهانه زیارت اربعین توفیق حضور در سامرا رو پیدا کردیم. هر جایی که هستیم و به هر بهانه ای خودمون رو متوسل میکنیم به کشتی نجات ابا عبدالله علیه السلام و به ساحت حضرت امام حسین علیه السلام عرض توسل داریم و با هم دیگه در تلیعه برنامه زیارت پرفضیلت اربعین رو که یادگاری پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام، وجود نازنین امام عسکری علیه السلام، اون رو از نشانهای مؤمن دانستن رو با هم دیگه زمزمه میکنیم. خب قبول باشه قطعاتی از زیارت اربعین رو که با هم دیگه زمزمه کردیم. الهی که خداوند به همه ما توفیق به جای آوردن زیارت اربعین رو بده. چه بهتر که با پای جسممون باشه، چه مشرف بشیم به قبه نورانی سید الشهدا علیه السلام و اگر این اتفاق نیفتاد گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. هر جایی که باشید دلتون رو روانه بکنید، دلتون بخواد که اونجا باشید و زیارت بکنید حضرات معصوم علیه السلام علیهم السلام رو، حتما انشاءالله مأجور هستید و حتما در اون ثواب زائرانی که دارن از نزدیک زیارت میکنن سهیم و شریک خواهید بود انشاءالله. در این لحظات ویژه‌ای که به نماز شب، به استغفار، به توبه و انابه سپری میکنید، ما رو هم دعا بفرمایید. در این لحظات پیشرو و دقایقی که تا اذان صبح به افق تهران فرصت باقی است، یاد خدا رو از شهر مقدس سامرا و حرم شریف امامین عسکریین به شما تقدیم میکنیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی چهره نما هستیم. بهشون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، آرزوی قبولی طاعات و زیارات دارم. سلام علیکم خدمت شما و همه حضار
محترم و بینندگان عزیز، سلام و عرض ادب دارم. برای همه بزرگواران آرزوی موفقیت و توفیق دارم و انشالله از خدا میخوایم که همه ما رو از شفاعت مولامون ابا عبدالله الحسین خداوند بهره‌مند بگرداند. انشالله. خدمتتون هستم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. ما تو این شبها توفیق این رو پیدا کردیم درباره اونهایی که اصحاب واقعی مشخصا امام حسین علیه السلام بودند و ولی خدا بودند صحبت کردیم. یکی از اون شاخصه ها به نظر میرسه که اون بعد دینداریه. البته مسلمان بودن یک بحثه که حتی اون کسانی که قتله کربلا بودن در مقابل حضرت هم ایستادند به ظاهر مسلمان بودن، با شعار نمیدونم ابشروا بالجنه رفتن در با امام حسین علیه السلام جنگیدن، یعنی در دایره اسلام بودن. اما دایره مؤمن بودن قدری سخت‌تره و اونهایی که ایمان واقعی دارند آدم‌های متفاوت‌تری هستند که ما می‌بینیم در سیره یاران ابا عبدالله علیه السلام، مثلا افرادی مثل جناب حبیب ابن مظاهر الاسدی، حافظ کل قرآن، فقیه، حضرت او رو تجلیلش میکنن، تکریمش میکنن تا جایی که وقتی اون میاد به شهادت میرسه بالاخره او رو جداگانه پیکرش رو تکریم میکنن که الان قبر مشخصی هم داره جناب حبیب. و بعد میبینیم که برای دینداری و دین داشتن باید یک جایگاه ویژه‌ای قائل بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به شناخت به امام معصوم علیه السلام هم نتیجه متفاوت‌تری رو برای آدم رقم میزنه و هم اتفاقات متفاوت‌تری رو برای اون شخص دیندار به همراه داره. اگه موافقه توی این فضا با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از اصلا شاخصه‌های اصحاب ابا عبدالله همینه که اینها جایگاه امامت و مسئله دینداری رو در عالم خوب فهمیده بودن. ببینید قرآن میفهمد که میخواد شما رو به یک تجارتی دعوت بکنم که خیلی پرسوده. شاید آدم ها نفهمند که تو این دنیا، تو این زندگی دنیا چه چیزی براشون خیلی مهمه. قرآن میفرماد که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، میخواد یه تجارتی رو به شما نشون بدم که شما رو نجات میده. بلافاصله قرآن میفرماد که تؤمنون بالله و رسوله، شما بیاید به خدا و رسولش ایمان بیارید، ببینید چه اتفاقی براتون میفته. چتر حمایتی خدا یه دفعه روی سرتون میاد، شما رو حمایت میکنه، در بزنگاه‌های زندگی دستتون رو میگیره. بعد در ادامه میفرماد که یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم، شما رو جنات، شما رو وارد بهشت میکنه، ازتون میگذره، تماما از شما حمایت میکنه. نکته مهم اینه که ما در این مسیر که قراره حرکت بکنیم، در این سیری که به سمت خدا داریم، جایگاه ولی رو باید خوب بشناسیم. چی کار میخواد بکنه؟ من امشب از این منظر میخوام جایگاه و اهمیت ولی خدا رو در عالم نشون بدم با توجه به بعضی از آیات که باطن این عالم رو شروع میکنه تبیین کردن. خیلی فوق‌العاده است. ببینید قرآن میفرماد، این همون نکته‌ای که اصحاب ابا عبدالله خوب بهش پی برده بودن اصلا وجه تمایزشون با دیگران تو همین حوزه است. جلسات گذشته عرض کردیم برای بعضی از مردم احداث یک نظام الهی بر محوریت ولی خدا خیلی مهمه، دغدغه اصلی زندگیشونه، برای اون هزینه کردن، عمر میگذارن، تمام سرمایه زندگیشون رو میگذارن. خیلی از مردم بی‌تفاوتن نسبت به این مسئله. علت بی‌تفاوتی اینه که درک صحیحی ندارن از این نوع حمایت که خب چه ثمره‌ای داره. درک صحیحی از جایگاه ولی خدا در عالم ندارن. حالا از این زاویه من میخوام چند نکته عرض بکنم. ببینید قرآن میفرماید که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اگر کسی از آتش تونست نجات پیدا بکنه، این مرحله اوله، و بتونه خودش رو بکشاند به بهشت، به این مرز بهشت وارد بکنه، داخل بشه به بهشت، در این
سیر یعنی عبور از فضای آتش 1، ورود به بهشت 2، اگر این اتفاق براش افتاد به اون فوز نهایی، به اون موفقیت نهایی رسیده. چطور میشه این مسیر رو طی کرد؟ خیلی مهمه. من امروز میخوام از یک زاویه‌ای وارد بشم به بحث، یه مقداری در مورد ماهیت عالم بگم. اینجا آدم نقش تکوینی امام رو در دستگیری انسان خوب میفهمه. قرآن در سوره مریم میفرماد که ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. قرآن میفرماد که هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه وارد فضای آتش میشوید. این خیلی عجیبه ها. شاید به تعبیری اینطوری بگیم، قرآن میخواد بفرماد که نقطه شروع حرکت شما همه انسان ها از درون آتشه. حالا اینجا تفسیرهای عجیب مختلفی وجود داره، تفسیرهایی هست، اما این تفسیری که شاید تفسیر مناسبی هم باشه، تفسیر مشهوری هم باشه، همینی که قرآن میفرماد ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما انسان ها نیستید الا اینکه وارد آتش میشید. که نه نقطه شروع حرکت همه انسان ها از درون آتشه، باید از این خودشون رو بیرون بتونن بکشن. حالا ببینید ادامه چی میفرماد، ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیستید الا اینکه وارد فضای اون آتش میشید. کان علی ربک حتما مقضیا، این قطعا رخ خواهد داد، همه شما از این نقطه شروع خواهید کرد. ثم ننجی الذین اتقوا، ما بعداً اونایی که تقوا پیشه میکنن، اونایی که ما اعتماد میکنن، اونایی که دستشون رو در دست ولی خدا میگذارن رو از میانه این آتش خارج میکنیم. این نگاه خیلی عجیبه ها. خیلی ها فکر میکنن حتما مثلا میان تو زندگیشون گناه میکنن، بعد سیرشون میره جلو، بعد به جهنم نزدیک میشن، میافتن در آتش. نه، اینطور نیست. قرآن فهمید شما هم اول کار در میان ظلمت، تاریکی و آتش قرار دارید، باید از اینجا خارج بشید. این نوع نگاه اصلا مسئله رو داره عوض میکنه. این که میگه طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. یعنی تو این مسیر اگر بخوای خارج بشی، نمیشه دست در دست هر کسی گذاشت از فضای آتش تو رو بیرون بکشه. همه این استعداد رو ندارن، همه این ظرفیت رو ندارن بتونن تو رو از میانه این آتش بیرون بکشن. ولی خداست که با اشرافی که داره به تمام زوایای عالم میتونه دستگیری بکنه، در این مسیر تو رو بیرون بکشه. اینی که در روایات میفرماد که نحن الصراط، ما اون صراطی هستیم که شما رو میرسونه به سمت خداوند. اینی که قرآن میفرماد که باید از روی اون صراط عبور بکنید، و این که در روایات داره این صراط از میانه آتش داره عبور میکنه، همش همینه ها. یعنی شما در میانه آتشید، این صراطی که شما رو میخواد عبور بده از میانه این آتش، ببره به سمت قرب الهی، حرکتتون بده و نجاتتون بده. فمن زحزح عن النار، میخواد شما رو از میانه آتش بیرون بکشه و ادخل الجنه، وارد بهشتون بکنه. ما اون راه هستیم. اهمیتش اینجا معلوم میشه ها. اصحاب ابا عبدالله اینو خوب فهمیده بودن. در تاریخ داره که عبدالله ابن رواحه یکی از اصحاب رسول خداست. همسرشون میگه یه وقتی دیدم داره گریه میکنه. بهش گفتم برای چی داری گریه میکنی؟ ببینید برداشت اصحاب چی بوده نسبت به این آیه. ایشون یه دفعه شروع کرد گفتش که من یقین دارم طبق این آیات که ورودمون به آتش حتمیه، اما خروجم رو نمیدونم واقعا بتونم خارج بشم از این فضا. همین نگرانیش همین بود. ورود قطعیه. حتی در بعضی از روایات داره که سوال کردن از رسول خدا شما هم وارد آتش میشید؟ حضرت فرمودن بله منم وارد میشم، اما به سرعت از این فضا عبور میکنم. اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم. بعضی از روایات داریم که میفرماد که بعضی ها از پل صراط که میخوان عبور بکنن، این پل صراط این نیست که یک پل مثلا
آجریه که روی جهنم گذاشتن. حقیقت پل صراط، بر همین فرمودن حقیقت صراط اهل بیتن. نکته اینجاست، میگه برخی که میخوان از صراط عبور کنن، صراطی که از میانه آتش داره عبور میکنه، لهیب های آتش میتونه اونها رو در بر بگیره، برخی ها کلبرق الخاطف عبور میکنن، خیلی به سرعت عبور میکنن، کمان که رسول خدا فرمودن من هم وارد آتش میشم، اما کلبرق الخاطف از اونجا عبور میکنم، اصلا آتش من رو در بر نمیگیره. حالا توضیح میدم مقصود از این نکته چیه. اما بعضی ها داره که نمیتونن به راحتی از این فضا عبور بکنن، بعضی ها خیزان خیزان عبور میکنن و برخی ها در همین عالم باقی میمونن. اینی که من دارم عرض میکنم، قرآن فرمود ماهیت و باطن این عالم همین فضای ظلمانی و همین فضای آتشه، یعنی اگر پرده ها کنار بره اینجا همون فضا رو درک میکنی. بعضی از بزرگواران میفرمایند که مقصود از این اینه که قرآن میفرماید که ماهیت این عالم آتشه، یعنی ماهیت تعلقات این عالم ها. یعنی اگر کسی تعلق به این عالم پیدا کرد، در واقع تعلق به چی پیدا کرده؟ تعلق به همین فضای ظلمانی، تعلق به همین آتش پیدا کرده. پس باید به دنبال رهایی باشه و به دنبال ارتقا باشه، هم دائما باید لحظه به لحظه دائما میگم ببین شما تعلقاتتون رو بکنید از این عالم، دل نبندید به این دنیا، چون ظهور و بروز این دل بستن به دنیا در قیامت همین عدم توان برای خروج از آتشه. این که قرآن در مورد مثلا بلعم باعورا شما ببینید یه عبارتی داره که روایات ما میفهمند این روایت این آیه ناظر به بلعم باعورا، اونجا داره اخلد فی الارض. اون شخصیتی که عالم بود، اون شخصیتی که در حوزه عملی شخصیتی بود که مستجاب الدعوه بعضی از روایت میگن بود، آدم خیلی بزرگی بوده ها، اما به خاطر علاقه‌ای که به ریاست داشت، تعلقی که به دنیا داشت، در مقابل موسی سلام الله علیه صف‌کشی کرد. قرآن وقتی در مورد او داره صحبت میکنه یه عبارت داره، فرمود اخلد فی الارض، ما او رو در زمین جاودان کردیم. خب شاید بگن خب در زمین جاودان کردیم یعنی چی؟ این آیات مشخص میکنه معنیش یعنی چی. یعنی او دیگه نتونست از این فضای ظلمانی خارج بشه، یعنی ظهور این خلود در عالم فردای قیامت به اینه که او در آتش خالد شده و نتونست خودش رو از اینجا نجات بده، با دستگیری موسی حرکت بکنه بره به اوج بگیره به سمت خداوند. از این منظر امامت مفهومش خیلی عوض میشه، خیلی راهنما و راهبر و راهگشا میشه برای آدمایی که میخوان عبور کنن از این فضا. بله. هر کسی نمیتونه این دستگیری رو انجام بده. هر کس، خیلی الان هستن در عالم ادعای این رو دارن که ما میتونیم شما رو سیر بدیم، ما شما رو عبور بدیم از این عالم، ببریم به سعادت برسونیم. خیلی ها، شما همین عرفان هایی که امروز داره در عالم ارائه میشه، این حجم گسترده از عرفان های نو، امثال اینها که داره میاد، ادیانی که داره ساختگی داره ارائه میشه، تمامشون داعیشون همینه، میگن ما شما رو میخوایم سیر بدیم، به سعادت برسونیم، به امثال اینها. آیا همه با این جملات بسیار سنگینی که قرآن داره ماهیت آدم رو روشن میکنه توان این کار رو دارن؟ نمیتونن این کار رو بکنن. این نکته‌ای که من عرض کردم، این تفسیری که عرض کردم، اتفاقا در روایات ما شواهدی هم داره. ابان ابن تغلب میگه من اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، به حضرت عرض کردم، گفتم یا ابن رسول الله، خداوند میفرماد در قرآن که الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلاقتحم العقبه. قرآن میفرماد ما به شما یه سری استعداد دادیم، گوش دادیم برای شنیدن، چشم دادیم برای دیدن، همه اینها رو دادیم، قرار بود یه کاری بکنید با این. اون کار چیه که شما انسان ها نکردید؟ داره توبیخ میکنه خداوند، شما انسان ها اون کار رو نکردید. چیه اون کار؟ قرآن فرمود که فلاقتحم العقبه، شما قرار بود از یک عقبه، از یک گردنه ای عبور بکنید، نکردید این کار. ورود بکنید به یک عقبه ای، این کار رو نکردید.
توبیخ داره میکنه. ابان میگه من از حضرت سوال کردم، از امام صادق سلام الله علیه، اون عقبه چیه که قرار بود ما همه استعدادهای زندگیمون رو بذاریم و وارد اون بشیم تا از اون مجرا نجات پیدا بکنیم؟ امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اون عقبه‌ای که شما قرار بود بهش وارد بشید، اون عقبه ولایتنا اهل البیت بود، اون ولایت ما بود. شما با این استعداد، با این اندیشه، با این تفکر باید میرسیدید به این که ولایت ما اهل بیت مهمترین عاملیه که میتونه شما رو نجات بده. با دستگیری ما میتونید نجات پیدا بکنید. بعد حضرت یه عبارت فرمودن ابان الناس کلهم عبید النار. مردم همشون در بند آتشن، یه جوری باید خودشون رو بیرون بکشن. الناس کلهم عبید النار غیرک و اصحابک. غیر از تو، غیرک و اصحابک، غیر از تو و اصحاب تو. بعد فرمودن فان الله فک رقابکم من النار به ولایتنا اهل البیت. خداوند شما رو از درگیر شدن به این آتش، از بندگی این آتش، از در گروه بودن این آتش خارج کرد با ولایت ما اهل بیت. این داره نشون میده که این بحث ولایت انگار خیلی مهمه. فقط این نیست که ما بگیم میخواد حضرت بیاد در این زندگی ساده ما مثلا عدالت اجتماعی برقرار بکنه یا کارهای خیلی ساده‌ای میخواد بکنه. نه، به صورت تکفینی هم جامعه هم فرد رو میخواد سیر بده، از این فضای ظلمانی ما رو خارج بکنه و حرکت بده به سمت فضای نورانی بهشت رضوان. به یادم اومد اون زیارت پربرکت جامعه کبیره که از وجود نازنین صاحب همین بقعه نورانی حضرت امام هادی علیه السلام به یادگار مانده. گفت داشتم کنج حرم جامعه را می‌خواندم، یادتان هست نوشتم که دعا می‌خواندم، داشتم کنج حرم جامعه را می‌خواندم. میفهمد انتم الصراط الاقوم، شما راه مستقیم شمایی، به وسیله شمایی که آدم راه رو پیدا میکنه، به وسیله شمایی که به سعادت میرسه، به وسیله شمایی که آدم میتونه ارتقا پیدا بکنه. همین فرمایش حضرت عالی که حتما نقش ائمه طاهرین علیهم السلام و ائمه بزرگوار و امامان در هر عصری کاملا ممتازه و کاملا کسانی که به امام زمان خودشون اقتدا بکنن، حرکت بکنن پشت سر او، جزو کسانی هستن که سعادتمندن انشاءالله. خب خیلی ممنونم از شما. این بخش کوتاهی رو آماده کردم، بچه‌ها نگاه کنیم، با هم دیگه برمیگردیم، باهاتون کماکان همراه هستیم. خب خیلی ممنونم. در این لحظات زیبای نزدیک به سحر از همتون التماس دعای خیر دارم و در این خلوت معنوی و بی‌نظیر خودتون ما رو از دعای خیر محروم نکنید لطفا. کماکان با آقا گفتگومون رو ادامه میدیم. چقدر ارزشمند جایگاه امامت. یه وقتی هست مردم خودشون دارن تلاش میکنن که ارتقا بدن خودشون رو و خب نمونه‌های زیادی داریم در تاریخ، با ریاضت دادن، با کارهای سختی که به خودشون تحمیل میکنن، با رفتن به جاهای مختلف و کار انجام دادنهای حیرت انگیز که مثلا یک رتبه و مقامی رو پیدا بکنند. و یک وقت هم هست که افراد تلاششون رو میکنن طبق آموزه های دینی، آن چیزی که به اونها گفته شده، اما یه جاهای سرعت داده میشه این حرکته و یه جاهای کمک های ویژه‌ای به اونها میشه. اونم زمانی است که افراد دست توسل پیدا میکنن به حضرات معصومین علیهم السلام و با کمک امام علیه السلام از اون مرحله میخوان عبور پیدا بکنن. این همون نکته‌ایه که اصحاب ابا عبدالله کاملا فهمیدن ها. ببینید، من در کنار اهمیت بحث امام در این مسیر هدایت انسان که الان عرض کردم نکتهشو، در کنار این ابراز محبت به چنین ولی، ابراز محبت به چنین کسی که قرار این دستگیر رو انجام بده، آثار فوق‌العاده‌ای هم داره.
اینکه قرآن میفرماد که فلما آسفونا انتقمنا، وقتی که فرعون اون طغیان ها رو کرد، ما خدا رو به خشم آورد، خداوند از او انتقام گرفت. خب خدا که به خشم نمیاد. یه نکته اینجاست، در روایت میفرماد که ان الله لا یأسف که اسفنا، خداوند که مثل ما به خشم نمیاد ناراحت بشه به هم بریزه. اما ولکن خلق اولیاء لنفسه، ولی که خدا یه انسانهایی رو خلق کرده برای خودش، اینا رو خیلی دوست داره. اراده اینها اراده خداست، محبت به اینها محبت خداست. اینا رو به خشم بیاری، خدا به خشم میاد. این که دائما داره ارجاع میده به این افراد، یعنی میگه اگر میخواید ببینید که کی خدا رو به خشم آوردید، کی محبت خدا رو جلب کردید، برید ببینید با این اولیاء خاصش چیکار میکنید. خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مربوبون. خداوند اینها رو خلق کرده، اینا به خشم میان، اینا محبتشون جلب میشه، در عین اینکه مخلوق هم هستن ها. بعد میفرماد که فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. رضایت اینها میشه رضایت خدا، محبت اینها میشه محبت خدا. شما هر چقدر میخوای به اینها محبتت رو مصروف اینها کن، صرف اینها بکنی، محبت الهی رو به دست میاری. اینجا آدم میفهمه که خب حالا باید برم کجا من هزینه تازه بکنم. این چیزی که اصحاب ابا عبدالله فهمیدن اینها، تمام وجودشون رو هزینه کردن برای ابا عبدالله. یک نکته زیبای وجود نازنین رسول خدا فرمودن، این که من نکته عرض بکنم که در روایت فرمود فاطمه تو بضعة منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذا الله. یعنی اگر میخواد ببینید چی خدا رو اذیت میکنه، چی خدا رو به خشم میاره، در عینی که خداوند به خشم نمیاد، منفعل نمیشه، باید بیاد ببینید اولیاش کی به هم میریزن، اولیاش کی خوشحال میشن. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه. بنده مؤمن هیچ وقت اون ایمان واقعی درش تبلور پیدا نمیکنه الا اون زمانی که من رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. یعنی حتی محبتش به من بیشتر از محبتش به نفس خودش باشه. و اهلی احب الیه من اهله و اطرتی احب الیه من اطرته. فرزندانم رو بیشتر از فرزندان خودش دوست داشته باشه، اطرتم رو بیشتر از اطرت خودش دوست داشته باشه. یعنی یه شاخص و معیار حضرت دارم میدن. فرمودن اگه به این مرحله رسید یعنی ایمان شما خیلی فوق العاده شده که ولی خدا رو بر خودتون ترجیح بدید، محبت و رضایت اون رو بر خودتون ترجیح بدید. خیلی جالبه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اولین کسیه که داره خیلی قشنگ این مطلب رو ظهور و بروز میده. اونجایی که امیرالمؤمنین در لیلة المبیت میاد رسول خدا رو بر خودش مقدم میکنه، میره در جای رسول خدا میخوابه، خودش رو میخواد فدا بکنه برای رسول خدا. نه فقط خودش رو، فرزندانش هم همینطوری هستن. شما در فکر می‌کنم جنگ جمله که رسول خدا محمد فرزندشون رو، محمد حنفیه فرزندشون رو حضرت فرستادن برای نبرد. فرمودن محمد بزن به دل دشمن. رفت محمد یه مقداری نبرد کرد، برگشت اومد زخم و زیری شده بود، اومد گفتش که یه خود حضرت دست به سر روش کشیدن، فرمودن محمد برو دوباره رفت آمد، بار سوم ناراحت شد. حتی گفتن برو، محمد ناراحت شد. گفت پدر جان من فرزند تو هم، حسن و حسین هم فرزندان تو هستن، چطور اینها رو نگه داشتی کنار خودت؟ من رو چند بار به دهان اژدهای مرگ فرستادی. تا این رو گفت امیرالمومنین فرمودند که محمد تو فرزند منی، ولی حسن و حسین فرزندان رسول خدا هستن. انتساب اینها به رسول خدا باعث میشه که من فرزندان دیگرم رو فدای اینها بکنم. این خودش نشانه ایمانه ها که اینها رو بیشتر از تو دوست دارم، چون اینها فرزندان رسول خدا هستن. حتی داره که وجود نازنین حضرت اون آخرین لحظاتی که داشتن از دنیا میرفتن رو کردن به ابوالفضل العباس. یه عبارتی در تاریخ دیدم، حضرت اینطوری فرمودن پسرم زود باشد که در قیامت
چشمم به تو روشن بشه. بعد توصیه کردن که هر جور میتونی حمایت کن از برادرت ابا عبدالله الحسین، تو باید فدایی او بشی. این آموزه‌ایه که امیر المؤمنین اولین شخصیتیه که خودش داره اون رو اجرا میکنه. میفهمه اگر میخواد محبت الهی رو جلب بکنه در سایه جلب محبت رسول خداست. این رو میفهمه. این خیلی نکته مهمیه. این محبتی هم که ما داریم، من عرض کردم خدمت شما، میدونید چجوریه؟ وقتی کسی محبت کسی به دلش میشینه یواش یواش رنگ و بوی او رو هم میگیره ها. از این جهت اینقدر تأکید به این محبت شده ها. گفت گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی بدبوی بودم ولکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. این محبت باعث میشه آدم یواش یواش رنگ و بوی محبوب رو میگیره. این خیلی قشنگه ها. یواش یواش رفتارش رفتار علوی میشه، رفتارش رفتار حسینی میشه. این مجالسی که ما داریم میگیریم، این هیئت هایی که داریم میریم، همه اینها برای اینکه ما در کنار اینکه رشادت ابا عبدالله الحسین رو بیان بکنیم، زندگی او رو هم باید یه مقداری بیان بکنیم، ببینیم ها. ما قبل از این که در مورد شهادت ابا عبدالله بخوایم صحبت کنیم، در اون زیارت عاشورا میفرماد که خدایا ما رو حیاتمون رو حیات محمد و آل محمد قرار بده، قبل از اینکه بخوایم مماتمون رو ممات محمد و آل محمد قرار بدی. این محبت واقعا کارسازه. حالا من نمیدونم فرصت داریم که ما تمام آقا. بسیار خوب. حالا انشالله در حوزه محبت نکاتی رو در جلسات آینده عرض خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما. همنشینی ما با اولیاء خدا، همنشینی ما با اونهایی که کار به دستند و کار بلدند، حتما در ما هم تأثیر داره و حتما اون حب و ارادتی که به ساحت نورانی حضرات معصومین علیهم السلام داریم، عشق و ارادتی که به وجود نورانی حضرت ابا عبدالله علیه السلام داریم، حتما برای ما راهگشا خواهد بود. کما که این همه درباره این فضای معطر و نورانی داره صحبت میشه و تمام دغدغه و تمرکز و توجه بر این هست که از این کشتی نجات باز نمانیم و از برکاتش بهره مند باشیم. ان شاءالله که متوسل باشیم به ذیل عنایت حضرات معصومین علیهم السلام. در این لحظات ویژه و ناب داریم نزدیک میشیم به اذان صبح به افق تهران. از همتون التماس دعای خیر داریم، ضمن تشکر از حاج آقا و حضورشون و تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز و اهالی یاد خدا، و اینکه در این لحظات ما و دستاندرکاران برنامه و خدمتگزاران خودتون از دعای خیرتون محروم نکنید. ما هم در حرم شریف امامین عسکری در سامرا دعاگو و نایب الزیاره شما هستیم. بدرود و خدا نگهدار.